سلام خیلی خوش اومدین به دومین ویدیوی کانال من. امروز ویدیومون یه ذره عجیب غریبه. دیدین بعضی ویدیوها رو که مثلا میشینن وسایل پسرونه رو دخترها حدس میزنن که چه کاربردی داره. امروز من میخوام یه ذره عجیب غریب ترش کنم و بشینم وسایل دخترونه رو حدس بزنم که ببینم چیه و چه کاربردی داره. بریم که داشته باشیم. خب حالا من توی این گوشی که دستمه یه چند تا عکس و مثلا وسیله از دخترها هستش که مثلا توی زندگی روزمرهشون استفاده میکنن. من قبل از اینکه اسمشو بنویسه استاپ میکنم و میزنم حدس میزنم که اسمش چیه و چه کاربردی داره. خب اولین تصویر رو با هم ببینیم چیه. خب اولین تصویر رو اولین تصویر رو نتونستم حدس بزنم، خیلی سخته خدا وکیلی. اولین تصویر همینجا شما رو هم تصویر میبینین، ببینید یه چیزایی یه مدلیه انگار مثلا مال موژه و ابرو ایناست خب، ولی نیست. چرا؟ چون توش گردالو داره. مثلا این گردالو رو میخوان چی کار بکنه با موژه و ابرو؟ اینو واقعا ایده ندارم. یه امتیاز منفی بزنیم چی بوده. اوه یعنی جدا کننده انگشتان پا. چرا همچین وسیله‌ای اصلا باید وجود داشته باشه؟ واقعا تو عمرم اولین بار همین چیزی رو میشنوم. بعدی اینو میدونم توی لوازم آرایشی همه هست. مثلا از بچگی من تو لوازم آرایشی مامانم بوده و همیشه هم میترسیدم ازش. یعنی واقعا یه بارم استفاده نکردم، همش میترسیدم بزنم تو چشم همه این ابرو که نه موجه و اینا رو همه رو بکنم. چیزه فر کننده موجه است دیگه، اینجوری میذارن توی موجه، هم پرپشت نشون میده هم فر میکنه، یعنی اینجوری میکنه. مثلا اینو درست گفتم. یک مساوی. بعدی اینم فکر کنم بدونم چیه، ولی خب شکلش یه ذره فرق داره با اونی که من خودم دارم. توی حموم همه خانواده‌های ایرانی هست از بچگی تا الان. مردم فکر کنم بتونن اینو حدس بزنن. این چیزه سنگ پاه. بعدی اینه که سخت میشه. ببین اینو دو تا حدس دارم براش. یکی این در نوشیدنی ها هست فلزیه که مثلا توی سریال کره هم که ویدیو قبلی بهتون نشون دادم و اگه ندیدین برین همین الان ببینین. اگه دیده باشین سریال کره ها درای نوشیدنی هاشون فلزیه. یه حدس دیگه هم اینه که وایب مدل انگشتر و گوشواره مثلا مدلش حالا نمیدونم. به خاطر همین اینو منفی حساب میکنم چون که حدس درستی در موردش ندارم. راستیتش اصلا آخه شبیه گوشواره و اینا هم نیست. گوشواره و انگشتر و اینا. بذاریم چی بوده. اوه من این مدلی اصلا ندیده بودم. حالا میدونی چیه؟ از این چیزاست. چی میگن بهش؟ صفر کننده گوشواره. What؟ یه گوشواره‌ای هست که مثلا میزنی پشتش بعد یه چیز بزنی که صفر نگه داره گوشواره رو. از اوناست. ولی خب من تا حالا همچین مدلی ندیده بودم واقعا. خب من نتونستم جواب بدم. اینم یه شدیم. فکر کنم مساوی شدیم. 2-2 فکر کنم. اینو میدونم. این چیزه ماساژور صورته. روغن اینا میزنن ماساژ میدن صورتو. هم فکر کنم برای جوانسازی پوست خوبه دیدم، همین که زاویه میده به صورت. یه دونه جلو هم فکر کنم یه دونه امتیاز مثبت دارم فکر کنم. بعدی اینم دو به شکی هم دوباره دو تا حدس دارم براش. قدیما که مثلا فکر کنم از اینا نبود، اون چیزی که تو ذهن منه یه پارچه‌ای یا اینجوری مثلا پارچه‌ای نازکم بود میپیچیدن دور موهامون، بعد فکر کنم یه روسری چیزی هم میکردیم سرمون، نمیدونم یادم نمیاد. در اصل میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم موهامون فر میشد. حالا نمیدونم این همونه یا نه، حس اونو بهم میده. یه دونه دیگه هم هست از اینا که چیزه میپیچن دور مو، بعد اینجا میپیچن بعد چیز میشه گوجه‌ای میشه، یا از اوناست حالا نمیدونم. از این چیزا بوده. فر کننده بدون حرارت اسمش اینه. مدل جدید همون چیزاست، همونایی که بهتون گفتم میذاشتیم فر میشه و اینا. مدل امروزیشه.
خب بعدی رو ببینیم چیه. اینم احساس میکنم که بخور تصفیه آب بشه، تصفیه آب که نه، تصفیه هوا، بخور، من بخور بهش میگم. فکر کنم اون باشه، شبیهشو واقعا، مثلا دستگاه مخزن آب و ایناشو داره، این دایره اینجاش هم که آب میده فکر کنم. نه همچین حدسی دارم، هیچ حدس دیگه ای ندارم. من اینا رو حدس میزنم نگه میدارم، شما هم حدس بزنید با خودتون، مسابقه بدین ببینین بلدین واقعا یا نه. فقط من اینجا دارم ضایع میشم. اگه شما هم دارین ضایع میشین بگین، من احساس تنهایی نکنم. خب من اینو میگم بخوره، حالا بذار ببینیم چیه. بهش میخوره، ولی من ندیده بودم، ولی بهش میخوره واقعا که همین چیزی باشه. میدونین چیه؟ چیزه مادرایی که باردار هستن میخوان شیرشون رو بدوشن، برای اوناست. من توی فیلم ها دیدم. پمپ سینه فکر کنم بهش میگن. آره از اوناست. جالب بود این ویدیو. خوبیش میدونین چیه؟ اطلاعاتتون اضافه میشه خدا وکیل. با اینکه دارم خودم ضایع میشم و آبروی هرچی دختره دارم میبرم، ولی به اطلاعات عمومیمون اضافه شد. مثلا واقعا اینا رو نصفشون نمیدونستن چیه. و آخرین گزینه و وسیله، اینم بلدم، اگه اشتباه نگم اینم بلدم. تنها چیزی که بهش میخوره همینه که تو ذهن منه فکر کنم. میدونی چی میگه؟ چی میگم یعنی از اینا که دیدیم توی یوتیوب یه مدت مود شده بود، مثلا چیز میذاشتن، تیک تاکرها و اینا میذاشتن حجم دهنده لب فکر کنمه. بعد اونایی که من دیدم مدلش خودش مثل لبه، مثل لب بود واقعا، ولی این نه، این اینجوری نیست. میذارن تو لب فکر کنم، نمیدونم حالا باید بمکی یا مثلا همینجوری بذاری 5 دقیقه باید بذاری، بعدش چیز میشه لبت انقدر میشه. ولی خب فکر کنم بعد صفر میره، حالا نمیدونم. خب اینم از آخرین وسیله‌ای بود که با هم حدس زدیم. فکر کنم که باختم، امتیازهای منفیم فکر کنم بیشتر شد. به هر حال مرسی که این ویدیو رو دیدین. شما هم با هم بنویسین که کدومو درست حدس زدین، کدومو اشتباه حدس زدین، امتیازتون چقدر شد، اطلاعات کافی داشتین در این مورد یا نه، مثلا واقعا گند زدین یا من فقط نوبم. خدا ایشالله که من نباشم فقط. مرسی که ویدیو رو دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. بای بای.